خب بچه ها سلام، خوش اومدید به اولین پارت ویدیو آموزش کپکات. آقا تو این ویدیو اومدیم فقط به شما یاد بدیم که چجوری ارور رو دور بزنید یا اصلا به ارور نخورید. خیلی اصلا برنامهشون باز نمیشه، نسخه کپکات خودمون رو بهشون بدیم و یه سری جزئیات رو به شما بگیم تا پارت های بعد که کم کم باید شروع کنیم. آقا این منوی برنامه است که کلا دارید میبینید که باز دو بخش تقسیم شده: نیو ویدیو و ادیت فوتو که همون ساخت ویدیو و ادیت عکسه، که ما بیشتر با ادیت ویدیو کار داریم چون کپکات کلا تخصصش روی ویدیوی بیشتر. یه بخش پایینم که میبینید بخش ویدیوهایی که قبلا درستش کردید، یعنی اینکه یه پروژه رو داشتین تمامش کردین ولی خب اون پروژه هنوز توی برنامه میمونه. آقا یکی از حرفایی که باید بزنم اینه که اصلا کپکات بدون وی پی ان نمیاره، چون که ما توی ایران هستیم و تحریمیم و واسه دور زدن این تحریم قطعا باید از یه وی پی ان خوب استفاده کرد که من سروری که خودم به شما پیشنهاد میدم سرور آمریکا هستش. حالا ما یه بخشی اینجا داریم به اسم تمپلت. این تمپلت چیه؟ آقا یه حالت اکسپلور ماننده که توش عکس‌ها یا ویدیوهای ما رو میگیره و به صورت ادیت آماده به ما تحویل میده که ما زیاد کاری با این بخش نداریم و فقط در حد ویدیوهای 10-20 ثانیه‌ای خوبه. وارد منوی برنامه که بشید، خب روی نیو ویدیو بزنید، گالریتون باز میشه که برای اولین بار مجوز میخواد. یکی از فیلم ها رو به دلخواه انتخاب میکنید که من خودم این فیلم رو انتخاب میکنم. گزینه اد رو از پایین میزنید که رنگ آبی داره و همونطور که میبینید این منوی برنامه است که چیز خاصی نداره، یعنی به صورت عادی بخوای حساب کنی کسی که قبلا کار کرده باشه یا الان بخواد آشناشه، گزینه ها شبیه مثلا این شاته، همون کات و همون موسیقی و ایناه، فقط به صورت انگلیسی و یه ذره حرفه‌ای تر. اولش بگم که هر ویدیویی که میخواید بذارید از کنار صفحه یه گزینه داره که بی صدا میکنه. اگر ویدیوتون خامه اول اونو بزنید، چون خیلی هستن که پشت پرده ویدیو صداهاشون میفته. گزینه‌های پایینی هم که ببینید، خب وقتی روی ویدیو کلیک کنید گزینه جدیدتری باز میشه که معمولا برای ساخت ویدیو باید روش کلیک کرد، چون کیفیت بهتری به شما میده و اون گزینه‌های پایین بیشتر برای برشکاری سایز ویدیو اینا استفاده میشه. و خب همونطور که میبینید گزینه‌هاش تا آخر به این صورته که افکت داره، از اوورلی و دیگه انیمیشن ها، که من بیشتر خودم از انیمیشن ها استفاده میکنم مخصوصا برای اول ویدیو ها، همونطور که میبینید. و در کل چیز سختی نیست. اینم برای یه پیش‌فرض دادم که تو آموزش بعدی میخوام ادیتا رو بذارم، چون ادیتای آماده‌تون رو واسم فرستادین گفتین آموزش رو بذار، و یه سری هم هستن که نسخه کپکات رو میخواستن. نسخه کپکات هم داخل تلگرام میذارمش، از وی پی ان هم که استفاده میکنم حتما عکسشو میذارم تا شما هم استفاده کنید. اگرم روی بالا بزنید که میبینید گزینه‌های خروجی گرفتن میاد، تنظیمات کیفیتش که معمولا خودش روی اولترا اچ دی میذاره که بهترین کیفیته. حالا شاید بپرسین اوورلی چیه؟ اوورلی یعنی اوورلی همون چیزیه که وسط فیلم ها مثلا ماشین بدون پشت صحنه یهو میاد داخل صفحه و مثلا بکمون کلا عوض میشه، که الان یه نمونهشو میذارم ببینید. اوورلی این هست دوستان، نگاه کنید اینا به این حرکت میگن اوورلی، که مثلا یه شباهت از فیلم اومد. اگه دوباره نگاه کنید بهتون نشون میدم که پارس دوباره خورد تو صفحه، که آموزش اونم میذارم و چطوری یه دونه اوورلی بذارین اونم جلوتر بهتون یاد میدم. آقا اینم تا همین جای کار. خلاصه این فقط برای یه آشناییتی بود و اینکه یه ویدیویی پر کنیم. از ویدیوی بعد فقط آموزشاتو میذاریم، اونم به ساده ترین روش. و اینکه این کانالو تازه زدیمش، اگر میشه یه سابسکرایبی، لایکی یا کامنتی بذارید که حداقل ما هم یه خلاصه انرژی بگیریم که بتونیم آموزش‌ها رو واسهتون بذاریم.